اگر شیخ شما یه سیگاری الان براش روشن بکنن روی منبر، تو جلسه استراحت روز جمعه بین دوتا خطبه یه سیگار روشن بکنه، همون نمازگزارا با کفش میزنن تو صورتش، یقش میگیرن ولی خودشون سیگار میکشن تو جیبشونه. چه فرقی میکنه؟ اگر برای شیخ درست نیست، برای تو چی داره درسته؟ اگر تو داری انکار میکنید بگه مسلمان شیخ و ملا و پیغمبر و فلان داره، رسول الله صلی الله علیه و سلم به فاطمه زهرا میگه که ای دختر پیامبر، ای فاطمه روز قیامت نیای بگی من دخترتم پاره تنم، ای علی پسرم موی من، ای عباس، ای فلان ای فلان، ای جعفر، یکی میشماره از اقوامشو. روز قیامت نیای بگی من پسرتم، من دخترتم، من عموتم، من پسر عموتم. اونجا کار به عمل برمیاد. حسب و نسب جایگاهی و محلی نداره. حتی قسم یاد میکنه، میگه اگر فاطمه دختر پیامبر دزدی بکنه من دستشو قطع میکنم.